نؤمنو یعنی ایمان داریم و ایمان آوردیم بر وجود لوح المحفوظ میگیم ما و قلم و تمام اون چیزی که در همون لوح المحفوظ با تحقیق مرقوم شد، یعنی نوشته شد. هر چیزی رو که خداوند در لوح محفوظ نوشته باشد که اون چیز باید یعنی کائن شد، یعنی باید پیدا شد، او حتما اون امر پیدا می شود. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى. خب انشاءالله درس رو دوام میتیم در متن عقیده طحاوی. این درس نهم است انشاءالله و رسیده بودیم در درس قبلی تا قول مؤلف و نؤمن باللوح والقلم. از همینجا انشاءالله درس رو دوام میتیم باذن الله. خب الشیخ الامام طحاوی رحمه الله میفرماید و نؤمن باللوح والقلم و بجمیع ما فيه قد رقم. طيب نؤمن یعنی ایمان داریم و ایمان آوردیم، ایمان داریم یعنی واجب است ایمان آوردن بر همه مکلفین بر وجود لوح المحفوظ میگیم ما و قلمی که حقیقت قلم رو خدا خودش میدوند و به جمیع ما فيه قد رقم و تمام اون چیزی که در همون لوح المحفوظ با تحقیق مرقوم شد، یعنی نوشته شد. یعنی واجب است بر تمام مکلفین ایمان آوردن بر وجود لوح المحفوظ و قلم. لوح المحفوظ عبارت از یک جرمی است که این در بالا است. در بعضی روایت ها اومده است که در زیر عرش است، در بعضی روایت ها اومده است که در بالای عرش است. همین لوح المحفوظ در روایت امام بخاری بالای هر عرش اومدگی است. خب او را میگه لوح المحفوظ. اما قلم اینم یک جرمی است که خب در بالا است. خداوند قلم رو پیش از لوح المحفوظ خلق کرد. یعنی اول قلم رو خلق کرد بعد لوح المحفوظ را. پس امر کرد خداوند قلم را تا اینکه یعنی جاری شود، یعنی بنویسد با امر خداوند. پس قلم نویست اون چیزی که بود و اون چیزی که میباشد تا روز قیامت. پس علم خداوند یعنی غیر متناهی است، یعنی که تمام شونده نیست. اما اون چیزهایی که در لوح المحفوظ نوشته شده است، خب این چیزی است که متناهی است، یعنی تمام شونده است. خب پس در همین لوح المحفوظ یعنی تفصیلا تمام اون چیزهایی که در آخرت می شود اومدگی نیست. خب مفهوم؟ برای که آخرت چیزی است که نهایت ندارد، یعنی تمام شونده نیست، تمام نمی شود. برای همین تمام تفاصیل یعنی تفصیل و یعنی تمام بگیم مفهوم بیان شدگی نیست. تفاصیل امور آخرت در لوح المحفوظ نوشته شده نیست. بعضی هست، بعضی چیزا نیست. برای که لوح چیزی است که تمام می شود. صحیح است؟ یعنی دنیا که تمام شد لوح هم از بین میره لوح المحفوظ. خب برای همین در لوح المحفوظ تمام تفاصیل یعنی تفصیلاتی که بیانگری و چیزایی که در بیان شده باشه در آخرت چی چیزها می شود، چی کارها، همش اومدگی نیستن. چون که آخرت چیزی نیست که تمام شود. طيب امام طحاوی دوام میفرماید فلو اجتمع الخلق كلهم، اگر جمع شود تمام مخلوقات همش على شيء بر یک چیز كتبه الله تعالی فيه، که همون چیزی که خداوند همه چیز رو در لوح المحفوظ نوشته است، یعنی به امر خداوند قلم در لوح المحفوظ نوشت. انه کائن، چیزی که او باید بشود، لیجعلوه، که همین میگه جمع شود تمام مخلوقات تمام خلایق جمع شوند، لیجعلوه، تو که همین چیزی رو که خداوند نوشته است در لوح المحفوظ همین چیز رو خب غیر کائنش بگردونن، یعنی گویا که نشود بگردوننش، لم یقدروا علیه، قادر بر اون پیدا نمیکنه، یعنی قدرت ندارند. یعنی معنی سخنش این که چیزی که خداوند با
یعنی با امر خداوند قلم در لوح محفوظ نوشته است و چیزی که نوشته شده است، اگر تمام خلایق جمع شوند، تمام مخلوقات از انس و جن و ملائکه و تمام مخلوقات جمع شوند که بخوان همون چیز عوض بتیان، تغییر بتیان که چیز نشود، که الله خواسته است که چیز بشود، یا بخوان که نشود، قدرت ندارند. هیچ کس بر این چیز قادر نیست، برای که چیزی که خداوند نوشته حتما میشود. بعدا میگه ولو اجتمعوا كلهم، باز همین تمام مخلوقات جمع شوند، تمام خلایق علی شیء جمع شوند بر یک چیزی که لم یکتبه الله تعالی فیه، که خداوند در همون لوح المحفوظ همین امر رو ننوشت. مثلا لیجعلوه کائنا لم یقدروا علیه، بخواهند که همین چیز کائن کنند، چیزی که پیدا شود، چیزی که خداوند در لوح محفوظ نوشتگی نیست او را، و امر مثلا نوشتگی نیست، این میخواهند که همین چیز بدون نوشتن خداوند در لوح المحفوظ همین چیز در دنیا پیدا شود، بر همین چیز قادر نیستند. یعنی مخلوقات قدرت بر این چیز ندارند. خب این الفاظی که در اینجا امام شیخ طحاوی آوردند، اینا بعضیشون وارد شدن در بعضی حدیثایی که صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. بعدش لفظی یعنی روایت شده از خود رسول اکرم است، بعضیش معنی لفظی روایت شده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چون که یعنی هر چیزی که در علم ازلی خداوند وارد شده است، مخلوقات از اون چیز بیخبر هستند. برای همین هر چیزی رو که خداوند در لوح محفوظ نوشته باشد که اون چیز باید یعنی کائن شود، یعنی باید پیدا شود، او حتما اون امر پیدا می شود، اون امر اجرا می شود. و اون چیزی رو که یعنی اون امری که خداوند در لوح محفوظ ننوشته است، حتما اون چیز پیدا نمی شود. مقصد از دست خلایق هیچ چیز به دست نمیاد، یعنی هیچ چیز از دستشون نمیاد. امام طحاوی جواب میگه جف القلم بما هو کائن الى یوم القیامه. ایوه، یعنی جف القلم به معنای یعنی قلم یعنی که فارغ شد از کتابت امر خدا در لوح محفوظ. بما هو کائن، با اون چیزی که او کائن است نمی شود تا روز قیامت. مقصد قلمی که با امر خداوند تمام مقدورات رو در لوح محفوظ نوشت، اون قلم دیگر نمی نویسد. مقصد امروز ها جف القلم، جف معنی خشک، یعنی قلم دیگر نمی نویسد. و اون چیزی که تا روز قیامت می شود همه او حتما اجرا می شود. اما اونجا بود دیگر قلم های هستند که نسخ میکنن، یعنی از لوح، یعنی ملائکه ها از لوح محفوظ میگیرن بعضی چیزها را. در همون شب قدر ان شاء الله در بعضی روایات اومده است، اگر جاش اومد ان شاء الله شرح میدیم. از لوح المحفوظ نوشتند بر یعنی آسمان دنیا آوردند، در شب قدر می نویسند. یعنی به دلیل اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی شب معراج عروج کردند، یعنی شنویدن بعضی از صریف الاقلام، یعنی بعضی از صدا و همون صریف همون خش همون نوشتن قلم هم میگن، با یک صدا را که خش میکند، یعنی شخ میکند همین خیلی نوشتن. یعنی صدای همون قلم ها را که چگونه می نویسند بر ورق، یعنی بگیم بر ورق های مخصوصی که ملائکه می نویسند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدن. از این حدیث معلوم میشود که یعنی تمام یعنی اون قلمی که به امر خداوند نوشت در لوح المحفوظ، اون قلم دیگر نمی نویسد، یعنی تقدیرات تمام. اما اون اقلامی که قلم هایی که باز با امر خداوند ملائکه ها می نویسند، از یعنی تقدیرات از لوح محفوظ می نویسند با آسمان دنیا میارن، اونا هستند. خلاص اون قلمی که با امر خداوند نوشت لوح محفوظ، اون قلم بگیم که نمی نویسد، یعنی تمام. اما دیگر قلمایی که می نویسند بعضی از تقدیرات بنده ها را در آسمان دنیا میارن، اونا هستند. و ما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه و ما اصابه لم يكن ليخطئه. الان امام طحاوی در مسئله تقدیر صحبت میکند، میگه که و اون چیزی را که و ما اخطأ العبد، اون چیزی که بنده خطا میکند، لم یکن لیصیبه، این تقدیرش همین است که اون چیز ده حتما باید خطا کند و مثلا در اون چیز نرسد. و ما اصابه، و اون چیزی که بر بنده میرسد، لم یکن لیخطئه، بر اون خطا نمیشود. یعنی
اون چیزی که بنده، این تقدیری که در بنده هست، اون بنده باید او را حتما ببیند، برای که علم خداوند سبقت کردگی است برای همین چیز و علم خداوند تغییر نمی‌یابد، چون که تغییر یافتن علم، دیگرگون شدن علم، این لازمش جهل است و جهل بر خداوند این مستحیل است. یعنی ممکن نیست که خداوند یک چیز نوشته باشد در تقدیر رو با عوضش کنه، تغییرش بده. این جایز نیست در عقل، حتی در نقل هم جایز نیست. پس هر چیزی که سبقت کرده است در علم خداوند، خب که اون بر بنده نرسد، پس محال است که به بنده برسد. مقصد چیزی که خداوند در تقدیر نوشته است اون می شود، چیزی که نوشته است که نشود نمی شود. خلاص گپ همین. و ما اخطاء العبد لم یکن لیصیبه، یعنی چیزی که بر بنده خطا رفت، یعنی بر بنده همون چیز امر پیش نآمد، لم یکن لیصیبه، مقصد او حتما پیش نمیاد. و اون چیزی که بر بنده پیش آمد معلوم است که او میرسد. و علی العبد ان یعلم ان الله قد سبق علمه فی کل کائن من خلقه. امام طحاوی خود جواب میگه که پس بر بنده واجب است، فرض است که بداند که ان الله، خداوند به تحقیق، سبق علمه، علم خداوند سبقت کرده است. یعنی علم خداوند در ازل میدونست که این کار می شود، فی کل کائن، در هر یک چیزی که در دنیا وجود دارد از مخلوقش. فقط در ذلك تقدیرا، پس خداوند این را در تقدیر نوشت، محکما مبرما، در تقدیری که اون تقدیر محکم و مبرم است. مبرم به معنای تغییر نیابنده، یعنی مستحکم. لیس فیه ناقض، هیچ در این تقدیر مبرم هیچ ناقضی نیست، یعنی مفسد کننده برای تقدیر مبرم وجود ندارد. ولا معقبه، هیچ کسی نیست که پشت این تقدیر باز عقب، یعنی مقصد بیاد تغییر بدهد. ولا مزیل، و کسی نیست که این تقدیر خدا را ازاله دور کند. ولا مغیر، کسی نیست که تقدیر خدا را تغییر بدهد. ولا محول، کسی نیست که تقدیر خدا را تحویل بدهد، دیگرگون کند. ولا ناقص، کسی نیست که تقدیر خداوند را نقص کم کند. ولا زائد، کسی نیست که تقدیر خداوند را زیاد کند، من خلق، از مخلوقاتش، فی السماوات و ارضه، نه در آسمان و نه در زمین. یعنی بر بنده واجب است که بداند که اون چیزی که سبقت کرده است، یعنی گذشته است، یعنی در علم خدا هست، او حتما می شود. یعنی مراد هیچ چیز بدون علم خداوند در دنیا پیدا نمی شود. پس هر چیزی که جاری می شود همش، خب یعنی در چیزی که جاری می شود در دنیای بالا و پایان، همش در اونجا با علم ازلی خداوند است. بالا یعنی آسمان ها و پایان یعنی زمین ها. و ذلك من عقد الایمان، امام طحاوی میگه و این چیزی که تا اینجا گفتیم همش این عقد ایمان از اعتقاد صحیح ایمانداری است و اصول المعرفه و اصول شناخت عقیده همین است. و الاعتراف بتوحید الله، و همچنین اعتراف کردن با همین به تعریف با توحید خداوند است و ربوبیت و با ربوبیت پروردگار. کما قال تعالی فی کتابه، چون که خداوند در کتاب میگه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خداوند خلق کرد همه مخلوقات را، همه چیز را، پس مقدر کرد در تقدیر این مقدورات را، این مخلوقات را. و قال تعالی، خداوند در جای دیگر میگه و کان امر الله قادرا مقدورا، امر خداوند یعنی تقدیر شده و آماده شده است. پس این زیادتی برای بیان کردن مقابل چیزی که امام طحاوی بیان کردن. مراد گفتیم عقد ایمان یعنی اعتقاد. یعنی و ذلك، و این میگه من عقد الایمان، از اعتقاد ایمانی است، و اصول معرفت و الاعتراف، و از اصول معرفت و اعتراف، یعنی شناخت و اعتراف کردن و توحید خداوند و ربوبیت خدا است. یعنی که ما تسلیم شیم که همه از جانب خداوند است، که خداوند در قرآن میگه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، همه چیز را خداوند خلق کرد و مقدر کرد. پس فویل لمن صار لله تعالی فی القدر خصیما، پس ویل یعنی بگیم ویل جا به معنی یک بگیم مکان از جهنم، دوزخ است. لمن، برای کسی که صار لله تعالی فی القدر خصیما، در مسئله تقدیر برای خداوند خصیم، یعنی گویا که در مقابل خداوند ولیعوذ بالله همچون بگیم دعوا کننده میبراید. و احضر للنظر فی قلبا سقیما، و حاضر میکند برای نظر در همین مسئله لوح المحفوظ، همین تقدیر خداوند، قلب سقیم بوده، بیماری را میگن، یعنی قلب بیمار را،
لقد التمس بوهمه في فحص الغیب. این گونه انسان میگه با تحقیق با التماس با این معنی چنگ زده است، یعنی دست زده است. اینه بگیم که در این کار دست دراز کرده است به همون وهمشی که در فحص غیب است، در مسئله کفتکاب کردن علم غیب است. سرا کتیما، این یک غیب، علم غیبی که اون یک سر خداوند است، کتیم است، پوشیده است، این ظاهر و آشکار نیست. و عاد بما قال فيه افاکا اثیما، و این گونه انسان بر میگرده میگه با اون چیزی که قال فيه گفته میشد در همین انسان افاکا اثیما. افاک یعنی کذاب، اثیم به معنی فاجر، فاسق، اون گناهگار. مقصد امام طحاوی در اینجا است که صراحتا میگوید که زن مذمت میکند کسی که انکار میکند تقدیر خدا را. برای اینکه فوایل بگیم وای بر حال کسی که یا که باده از جهنم بود برای اون کسی که لیمن، کسی که صار لله تعالی فی القدر خصیما، در مقابل خداوند خصیم. خصیم کسی را میگن که در مقابل کسی دیگر دعوا میکند، یعنی میخواد اثبات کند دعوای باطل شه، اون را میگن خصیم. والیعاذ بالله. و احضر للنظر فيه قلبا سقیما، و حضور کرده برای یعنی در مسئله نظر کردن در همین مسئله تقدیر قلبی سقیمش است، قلبی بیمار شد که این گونه انسان قلبش بیمار است. لقد التمس بوهمه في فحص الغیب، پس این گونه انسان میگه یعنی چنگ زده است، دست دراز کرده است با وهم و همون وهم فاسدش و وهم و خیال و فکر فاسدش در فحص الغیب، در همون کفتکاب کردن علم غیب که اون علم غیب سرا کتیما، یک سر و اسرار و سر اسرار پوشیده است. و عاد بما قال فيه افاکا اثیما، و با این انسان میگه بر میگرده با اون چیزی که گفته شده است در حق این گونه انسان هایی که در این راه میروند تقدیر خدا را بگیم این کار میکنن، قبول ندارن یا که خصیم میشن در مقابل تقدیر خداوند، اونا افاک و اثیم هستند. افاک یعنی کذاب و فاجر هستند. این خصیم مثل بگیم معتزله هایی که این کار یعنی در مسئله تقدیر خداوند خصیم شدن، یعنی که دعوا کردن، یعنی گفتن که اون چیزی که تو خواستی اون چیز نمی شود، یعنی پیدا نمی شود، چیزی که خواستی تو پیدا نمی شود، چون که خداوند اگر در ازل هم خواسته باشش امروز پیدا نمی شود. پس اونا یعنی با اون فکر اندیشه باطل شون، گویا اینکه خداوند خواست که کفار در دنیا ایمان بیارن، لیکن ایمان آوردن کافرها پیدا نشد. والیعاذ بالله، این اعتقاد کردن. باز میگن خداوند شر یعنی گناه را برای بنده نخواسته است. ما میگیم که همه این با خواست اراده خدا میشود گناهی که در دنیا میشود. خلاص معتزله ها میگیم مشکل زیاد دارن در این مسئله تقدیر، جای بحث نیست، ما متن ان شاء الله میفهمونیم، بعد درس دوباره گشتیم اومدیم شرح دادیم ان شاء الله مفصلا اینجا رو ان شاء الله خوب بیان میکنیم. خب والعرش والکرسی حق، متحوی میگن عرش و کرسی حق است. عرش یعنی مقصد واجب است که ایمان بیاریم بر وجود عرش و کرسی، چون که خداوند یعنی در قرآن نص وارد شده است بر وجود عرش و کرسی. عرش این بزرگترین مخلوق خداوند است از حیثیت جسم و حیثیت مساحت، و کرسی خب اون یک بگیم با جسم یک چیزی است که در زیر عرش وجود دارد. کرسی نیست بگیم چیزی که در او نشسته می شود. عرش تخت. خب اینا همش حق هستند، یعنی اینا وجود دارند. و هو مستغن عن العرش و ما دونه، متحوی میگه خداوند مستغنی یعنی غنی است، یعنی بی نیاز است از عرش و اون چیزی که غیر عرش است. یعنی از عرش و غیر عرش خداوند همه وقت چی است؟ غنی است. یعنی خداوند محمول بر عرش نیست، چون که خداوند چیزی نیست که او دست زده شود یا که یعنی یک چیزی چسبنده باشد یا که از او چیزی باشد که از او جدا شود. این گونه نیست پروردگار، بر خداوند مستحیل است این چیز، چون که خداوند میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما بر سوی خداوند فقیر محتاج خدا هستید و الله هو الغنی الحمید، خداوند غنی است، یعنی بی نیاز است از تمام مخلوقات. طيب مستغن عن العرش گفت امام طحاوی، یعنی این رد به سوی همین مشبهه و مجسمه و یهود که امروز خداوند رو وصف میکنن بر جسم و استقرار و عرش این چیزها. و در مسئله عرش صحبت طولانی باید چه کرده شود،
چون که ما می‌دونیم خلاصه میگیم عرش یک مکان است، جایی که در اونجا مثلا عرش امروز اینه میگیم کعبه ملائکه ها است. کعبه ملائکه هاست. ملائکه در گرد عرش طواف میزنند و بالا از عرش مکان وجود دارد. ان شاء الله میفهمونیم. خب این تهاوی میگه محیط بكل شیء، یعنی خداوند احاطه کننده تمام چیز است با علم و با همون غالبیت و سلطنت خودش، یعنی از همه چی با خبر است علم خداوند. و فوقه، یعنی همه چیز در تحت زی علم خداوند و قدرت خداوند است که با خداوند میگه و هو القاهر فوق عباده. فوقه یعنی فوقیت از حیثیت، وقتی خداوند فوقیت آورد این مراد فوقیت نه که خداوند در بالای عرش است ولی عزو بالله، یعنی این فوقیت مکانت از منکورات، یعنی منزلت مرتبت، و فوقیت قهر است، یعنی قاهر بودن خداوند و غالب بودن خداوند، نه حیثیت مکان جا. مفهوم؟ چون که بعضی از همین مجسمه و مشابه ها میگن که فوق میگه بالای عرش خداوند، هم بالای عرش، از عرش هم بالای یک جای است که اونجا مکان وجود نداره. میگیم این دعوای شما باطل است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که بخاری وارد کرده است گفتن که پیغمبر گفتن لما قضى الله الخلق، وقتی خداوند یعنی تقدیر کرد تمام مخلوقات را، کتب فی کتاب، نوشت در کتابی که فهو عنده، پس اون کتاب نزد خدا است، فوق العرش یعنی بالای عرش است، که نوشته شده است این رحمتی غلبت غضبی، که رحمت من بر غضبم غالب است. این حدیث دلیل بر این است که عقلا و شرعا فهمیده می شود که بالای عرش مکان وجود دارد. اگر بالای عرش مکان وجود نمی داشت پیغمبر خدا این سخنان را نمیگفت هو مرفوع فوق العرش. مفهوم؟ و اون در حدیث اومده است فهو عنده، اینجا مراد عنده نزد خدا، اینجا مراد از عنده این نزد، اینجا عندیه تشریفی است، یعنی همچون شرف، نمیگن مثل مکانت، مقصد مثل مکان، اینا میگن عندیه تشریف، یعنی همچون شرف. طيب وقد اعجز عن الاحاطه خلقه، یعنی با تحقیق عاجز آمده است از احاطه کردن، یعنی مثلا مخلوقات عاجز هستند از احاطه تمام این چیزی که خدا خلق کرده است. پس ملائکه ها یعنی عدد اون مخلوقاتی که خداوند خلق کرده است نمیدونند، فقط خدا خودش میدوند. مقصد وقد اعجز عن الاحاطه خلقه، یعنی همه را خداوند عاجز گردانده است از احاطه کردن مخلوقاتش، یعنی هیچ کس عدد مخلوقات خدا را بجز از خدا کسی نمیدوند. و نقول ان الله اتخذ ابراهیم خلیلا و کلم الله موسی تکلیما ایمانا و تصدیقا و تسلیما. ما ایمان داریم میگوییم که خداوند به تحقیق ابراهیم را همچون خلیل گرفت و با موسی علیه السلام سخن گفت، موسی تکلیما ایمانا، و این چیزی که ما میگیم ابراهیم خلیل خدا است و موسی کلیم الله است و از روی ایمان و تصدیق و تسلیم است، یعنی ایمان با این داریم و تصدیق میکنیم و در این مورد ما نزد خداوند تسلیم هستیم. یعنی معنیش که ما ایمان داریم به همه همین و تصدیق میکنیم و تسلیم میشیم نزد خداوند که خداوند ابراهیم علیه السلام را همچون خلیل خودش قرار داد و موسی علیه السلام را همچون کلیم الله. یعنی مراد و کلم الله موسی تکلیما، یعنی خداوند سخن گفت با موسی سخن گفتنی، مراد خداوند شنوانید کلام ازلی و ابدی که اون حرف و صوت و لغت نیست، موسی را شنوانید سخن ازلیشه. پس موسی علیه السلام فهمید از همون کلام ازلی و ابدی خداوند اون چیزی که خداوند خواست برای موسی علیه السلام تا که بفهمد. پس سخن گفتن خداوند، کلام خداوند ازلی است، حرف و صوت و لغت نیست، و شنویدن موسی علیه السلام برای کلام خداوند این حادث است. مفهوم؟ مسئله بسیار مسئله همینجا نازکی دارد. یعنی کلام خداوند کلام ازلی ابدی است، نه حرف است، نه صوت است، نه لغت، و شنویدن موسی کلام خداوند را
این خود شنویدن موسی، این یعنی فهمیدن و شنویدن موسی علیه السلام این حادث است، یعنی مخلوق است. خب این بود درس نهم از درس عقیده طحاوی. در همینجا انشاءالله من میکنیم درس را. رسیدیم تا قول مؤلف و نؤمن بالملائکه و النبیین و الکتب المنزله الی آخره. انشاءالله درس دهم را از همینجا دوام میدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.